سلام سبز. هیچ وقت دلتون مثل پاییز سرد نشه، ولی همیشه مثل پاییز درونتون زیبا بمونه. هر قشنگی بالاخره یه هزینه‌ای داره دیگه. زیبایی پاییز هزینه‌اش هیزومه توی خونت. هممون یه سری اهداف واسه زندگیمون داریم. شاید رسیدن بهش واقعا سخت باشه. شاید به خاطر همین سرد چی، ناامید چی. ولی یه مثالی برات میزنم، خوب گوش کن. مغازه‌دار سر کوچه محلتون میتونی از مغازش چیزی برداری و بهش چیزی پرداخت نکنی؟ نه رفیق من، هزینه رسیدن به هدفت سختیه. این چیزی که باید پرداخت کنی، نکنی هیچ وقت بهش نمیرسی. من یادم بچه بودم، رفته بودیم خونه بابا بزرگم. داشت برف میومد، هوا خیلی سرد بود. من با ذوق دستکشام و لباسای گرممو پوشیده بودم. ذوق داشتم برم بیرون برف بازی کنم. همینجوری که داشت بهم خوش میگذشت برف بازی میکردم. بابام تو حیاط داشت با تبر میکوبید رو تنهای درخت. یکمون بیرون بودیم. برگشتم خونه. بابام تونست خونه رو گرم کنه، ولی من سرما خورده بودم. فهمیدی چی شد؟ خیلی چیزا زود گذرن، ولی دردشون نه. مهم نباشه بقیه چی میگن، تو تلاشتو بکن. اگه این تلاش مداوم باشه، میتونم بگم قسم به همین پاییز به هرچی که میخوای میرسی. میدونم شاید شروع حتی برات سخت باشه، یا انگیزه نداری، یا ناامیدی، یا حتی میترسی. ولی فقط کافیه پاتو بذاری رو مسیر شروع. بهت قول میدم اونی که قدمت شاید نصف قدم اولت سخت باشه، قدم سوم نصف قدم دومت سخت باشه، و تا آخر همین جوریه. از هیچی نترس. اگرم موفق نشدی که غیر ممکنه، به خودت میگی من حداقل تلاشمو کردم. میدونی حداقل یه کاری برای هدفت کردی. احتمالا وقتی بچه بودی کلی رویا داشتی. حواست باشه همون داره الان نگات میکنه، منتظر اینه یه کاری بکنی. برای شروع هیچ وقت دیر نیست. امیدوارم بعد دیدن این ویدیو واقعا به هدفات فکر کنی و براشون ارزش قائل شی و براشون زحمت بکشی. اینو یادت باشه که کسی قرار نیست کمکت کنه، نه رفیقات، نه خانوادت. خودتی و خودت. نذار دیر شه. مرسی که تا اینجا همراه هم بودی. اگه خوشت اومد ممنون میشم ازم حمایت کنی. خدا نگهدارتون.